سلام بچه‌ها، روز فریلنسریتون بخیر. خیلی خوش اومدید به جلسه سوم از دوره رایگان چت جی پی تی برای فریلنسرها و استفاده روزمره. توی این جلسه قرار راجع به تنظیمات فارسی چت جی پی تی و خوشگل کردن ظاهرش صحبت کنیم. چت جی پی تی هم مثل خیلی دیگه از نرم افزارها یا اپلیکیشن های دیگه با زبون فارسی سازگاری خوبی نداره. یعنی هم فونت ها رو به هم ریخته نشون میده و هم که زیبا نیست. یعنی اون فونت خوشگلی که مثلا تو انگلیسی میبینیم تو زبون فارسی نداریمش. اما امروز میخوایم راجع به راه حل این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. بریم روی اسکرین. از اینجا اگه من دوباره چت جی پی تی رو بیارم و الان مثلا من ازش میخوام که به فارسی یک مقاله بنویس و میبینیم که شروع میکنه به نوشتن مقاله، اما چپچینه. اینجا داره درست نشون نمیده. این نوشته ها همه سمت چپ داره نشون میده، عددا، و خیلی ظاهر خوشایندی نداره. برای اینکه اینو درست نشون بده باید چیکار کنیم؟ میریم توی گوگل سرچ میکنیم، انگلیسی تایپ کنم و اینجا میبینید که دو تا لینک میاره، یه دونه چت جی پی تی RTL، یه دونه RTL ساپورت. همین اولی رو اگه روش کلیک کنید یه اکستنشنیه که این مشکل رو برای ما حل میکنه. از این قسمت اد تو کروم رو میزنیم و الان اضافه شد به کروم. حالا من اگه دوباره بیام تو چت جی پی تی و اینجا از قسمت اکستنشن هم چت جی پی تی RTL رو فعال کنم و الان اگه یه بار دیگه ریفرش کنم صفحه رو، میبینید که دیگه اومد به صورت راستچین برای من مقاله رو نوشت. اما برای اینکه فونت رو عوض کنیم میایم دوباره اینجا و افزونه فونت ایران رو سرچ میکنیم دوباره توی گوگل و لینک سوم اکستنشن فونت ایرانه. از این قسمت دوباره اد تو کروم رو میزنیم. الان اضافه شد به کروم. من دوباره اگه برگردم توی چت جی پی تی و از اکستنشن فونت ایران رو باز کنم و اینجا افزودن این سایت که چت جی پی تی chat.openai هست رو من میزنم، دیگه الان اضافه شد و یه ریفرش اگه بکنم میبینین که فونتش هم عوض شد و میتونم من حتی اینجا فونت های متفاوتی بدن. اینجا میتونم نوع فونت رو عوض کنم، مثلا پیکان بذارم یا حتی یکان. بس هم فونت جذابتریه برای ایران یکان هم داریم برای خوندن توی مرورگر و خیلی ظاهر قشنگتری میده به کار ما. پس با این دوتا کار به هم ریختگی و فونت چت جی پی تی رو میتونیم که مشکلش رو برطرف کنیم. توی قسمت های بعدی هم راجع به نوشتن ایمیل و خلاصه کردن مقاله قرار راجع به چت جی پی تی صحبت کنیم. مرسی که با ما همراهین و حتما توی کامنت هم نظرتون راجع به این ویدیو برامون بنویسید.